خب ران من کلا تموم شد و اسیوی های مربوط به تراز 2737 در این قسمت ذخیره شدن. شما مشاهده میکنید که اینجا اسیوی مربوط به حفاری تونل 0104 2737 هست، فیل تونل 0104 تراز 2737، نال تونل 0205 تراز 2737، فیل تونل 0205 تراز 2737 و نال تونل 03 تراز 2737 و فیل اون. اینها مربوط به تراز 2737 بودن و اینها هم مربوط به تراز 2741 بودن و این هم مربوط به تعادل اولیه بود. و من اینجا چندان راضی نیستم، چون که همونطور که گفتم توی کدهای 02737 بهتر بود که ما به جای یکی منهای 3 یکی منهای 4 میذاشتیم، مثل کدهای 02741 که یکی منهای 4 گذاشتیم و نتایج بهتر بود و ملموس بود، قابل درک بود. ولی اینجا یکی منهای 3 گذاشتیم، نتایجمون یکم جالب در نیامده. به خاطر این گذاشتیم یکی منهای 3 که تعادل سریع رخ بده و رانها سریع انجام بشه و مدت زمان حل مسئله کمتر بشه و سریع به تعادل برسیم. ولی خب روی نتایج تاثیر گذاشته. توصیه که من دارم شما کدهایی که من دارم رو بیایید با یکی منهای 4 یا با یکی منهای 5 در واقع اینا رو مجدد ران بکنین. حالا چند روز طول میکشه نمیدونم، این سیستمی که شما دارین بستگی داره، بستگی به موارد مختلف داره، به رم سیستمتون، به سی پی یو سیستمتون، به اینا بستگی داره. ولی خب نتایجی که میگیریم نتایج معقولی خواهد بود. ولی اینجا من نتیجه‌ای که گرفتم حالا چندان راضی نیستم. من اگه این رو حذف بکنم خب جابجایی قائم چندانی توی این فوتون های تراز 2741 نداره، در حالی که توی واقعیت باید یه جابجایی قائم اینجا میداره. خب اون میگم به خاطر چیه؟ به خاطر اون ریشویی است که ما استفاده کردیم که اینجا خیلی ریشیو مهم خواهد. اینجا هم به همین ترتیب ما در واقع جابجایی قائمی توی تاج نمیبینیم به اون صورت. و جابجایی قائم بیشتر توی این فوتون تراز 2737 توی این ناحیه رخ داده، در حالی که باید توی این فوتون های تراز 2741 هم رخ میداد جابجایی قائم. خب مشکلی نداره، شما ران رو با نسبت تعادل 1 منهای 4 یا 1 منهای 5 انجام بدین حتما و چک بکنید. حالا وقتی انجام دادیم و چک کردیم، برای اینکه بتونین حالا مدارها بگیریم از جابجایی و اینا، میتونیم بیاین کلیک راست بکنین از پلات آیتم و گزینه پروفیل رو از اینجا و اینجا شما روی گزینه پروفیل آف دیسپلیسمنت بیاین یه نقطه شروع بهش بگین، یه نقطه پایان. در واقع یه خطی رو تعریف میکنین، اون پروفیل شما میشه، رو اون خط میاد جابجایی رو به شما میده که اینجا جابجایی رو میگیم برای ما زد رو بده. خب و تعداد نقاط هم رو میگم فرضاً 100 تا باشه، دقت بره بالا. نقطه شروع من میخوام این وسط بندازم که اینجا جابجایی قائم رو تو تراز زد 0 از این نقطه تا این نقطه به ما بده.
و همینطور از y صفر تا y 100 هم بررسی خواهم کرد. خب پس xش میشه 62.5، yش میشه 50، zش میشه 0. اینجا هم z 0 میشه، yش میشه 50، xش میشه منفی 62. درسته؟ به این صورت. و همچین نموداری رو میده و مشاهده که میکنید اینجا وقتی به این قسمت میرسه اومده نمودار من توی نمودار من یک در واقع بذارید من یه جابجایی بکنم. مجدد این رو این ظاهرا اینجا من دستکاری که کردم پرید، مشکل نداره، مجدد من تکرار میکنم. شصت و دو و نیم، 50، 0، 50 منفی 62. تعداد نقاطش رو 100 تا باش. به این صورت دیسپلیسمنت زد رو من اینجا چک. خب اینجا مقدار 0 هست، اینجا 0.2 سانتی متر و تا منفی 0.2 سانتی متر، این 10 تا منفی 2 هست اینجا دیسپلیسمنت. اینجا هم فاصله است از 0 تا 120 خورده، یعنی از این نقطه تا این نقطه من اومدم جابجا. اینجا من بالازدگی دارم میبینم، بالازدگی این قسمت بالازدگی، اینجاها اومده در واقع جابجایی خواهیم رخ داده و این قسمت که زیر اون بتون تراز 2737 هست، زیر بتون تراز 2741 هست، جابجایی قائمش خیلی کم هست. میتونیم علتش رو بگیم که چون اینجا بتون هست و این بتونه جلوی اون وزنه رو گرفته و مقدار کمی در واقع بار به بتون پایینی میاد منتقل میشه و در نتیجه این قسمت ها که بالاش سنگ اکسیده هست فشار بیشتری میاره، ولی این قسمت نه. یا برای این طول میتونیم ما پروفیل بگیریم، مثلا میتونیم از x0 تا x0 y0 تا 100 z0 در واقع بگیریم که توی این نواحی که هولوش 50-60 میشه، اینجاها میشه، دقت بکنیم اینجا در واقع جابجایی قائم من خیلی کم هست و حتی یه قسمتش بالا زدگی، ولی این نواحی جابجایی قائم نشون میده. و به نظر من این نتیجه نیست که بشه روش استناد کرد، چون که ما انتظار داشتیم که این ناحیه بتونی که اینجا وجود داره جابجایی قائم توش رخ بده و بیاد پایین، ولی اینجا در واقع اومده بالا.
اومده بالا و حتی بالازادگی هم توش رخ داده. این خب به این علته که ما رشیوی کمی در نظر گرفتیم، یعنی 1/3 باید رشیو رو 1/4 1/5 قرار میده تا کاملا اون اینتراکشن برقرار میشد و این نتیجه به نظر من اون موقع برعکس میشد، یعنی یه حالتی میشد که به این صورت بعد میمد پایین بعد میمد بالا به این صورت و این نواحی جابجایی قائم بیشتری رخ میداد. ولی الان داره موضوع برعکس، یعنی اینجا مشخص میشه که چقدر مهمه که شما از متدهای از در واقع اون تعداد سیکل حلتون و همینطور نسبت تعادلتون چقدر دخیل هست روی نتایج و به صورت دیفالت هم این 1/5 هست. دوستان کدهای روش دوم معدنکاری زیرزمینی کدهای آسونی هست با این متدهایی که توی جلسه اول، دوم، سوم و حالا جلسه 4 بخش معدنکاری زیرزمینی اول یاد گرفتیم. میتونین این کدها رو درک بکنین، بفهمین کامل. روش دوم در واقع که کدهاش اینجا شما مشاهده میکنید، روشی که یه هندسه کامل ساخته میشه و اون لایه‌ای که لایه زغال سنگ هست به صورت گالری های عمود بر هم حفاری میشه و یه سری پایه های از زغال باقی میمونه و دیگه بحث پر کردن نداریم. کدهاشو میذارم اینجا، شما میتونید خودتون رام بکنید و یاد بگیرید. و در این مورد اگر سوالی داشتیم میتونید از من بپرسین و یه بحث تعادل اولیه داره که زمین برجای خدا به تعادل میرسه، بعد اون حفاری گالری های عمود بر هم شروع میشه و بعد از حفاری به تعادل مجدد میرسه.